آقا چطوری؟ LXRYFF هستم. خوش اومدید به لاین ویدیوی امروز. آقا امروز اومدیم با یکی از مخاطبامون که توی کامنت نوشته بود آیدی تو رو دادا بذار بریم یه کاستوم تک به تک دوستانه. بچه ها میبینید اینجاست. آج سلام، چطوری؟ خوبی؟ ممنون داشت. منم محمد هستم از آشنای خوشحال. دمتگر. بچه ها فقط این کاستوم کلکل اصلا نیست بچه، این کاستوم دوستانه است. چنل ایشون هم حتما دنبال کنید. OXFF درسته؟ خب قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو رفقا فقط یه چیزی رو یادم رفت. داداشمون این کاستوم هم واسه خودش میگیره وسط گیم و منم که همین الان میگیرم دیگه. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حتما چنل رو ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت هم بذارید. دم همتون گرم. خلاصه بریم سراغ کاستوممون. امیدوارم که لذت برده باشید. و بچه قبل از اینکه حتما بریم کاستوم توی کامنت ها پیش بینی کنید که چند به چند میشید. دمتون گرم. و خلاصه آقا بریم. آماده ای دادا؟ اس کنم؟ برو بریم. آقا ببینیم چی میشه بچه ها. کمم که قشنگ دیگه داره میکنه. اوه مای گاد، من چه سیتی پوشیدم. چه ست من اینه. خب حاجی راند اول چی بگیریم؟ حاجی نمیخوام سخت بگیرم واسه داداشیم. داداشیم چیکار قراره بکنه واسه همون. بچه حتما چنل رو ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت هم بذارید. و بچه قبل از اینکه بریم ادامه ویدیو حتما پیش بینی کنید که این نتیجه ها چند میشه. چه کاراکتری دلول گرفته بودشون. Испугался, не бойся. Я друг. آقا زدیم به به 1-0 به نفع بچه ها. حتما اگه شما هم دوست دارید با من کاستوم برید، فقط قبلش برای اینکه یه کاستوم بریم یا این چیزی حتما بچه اول باید چنل رو ساب داشته باشید. بعدش تو این لاین ویدیو یا شورت ویدیویی که من اولین ویدیو میبرم نت ایران کور نوشتم آیدیتون رو بذارید، باهاتون پیام بدم و هماهنگ کنیم و بریم کاستوم واسه ویدیو و توی چنل خودتون رو برید. یا اینکه اگه هم نخواستید فقط من بذارم. Ты видишь меня? Я First blood. اینم زدیم به همین راحتی. دیزرت فقط زدیم. انقدر بچه من هیچ وقت سخت نمیگیرم. حالا ممکنه SMG بگیرم ولی خب
بعد یه UMP رو چکش میزنم همین بعد این چیزی گلو بازی آخر کار قراره بریم به خاطر اون بنازم بچه حتما اگه از اینجور مدل حالا یا چیزای دیگه هم پیشنهاداتی داشتید توی کامنت ها بگید. به پینگم رفت داداش نه یه لحظه نگرد آقا پینگم رفت اصلا خیلی عالی بچه فقط یه دونه مساوی مرگ ها خیلی دقت کنید بچه اگه همچین جور پینگی هم خواستید برید شورت ویدیو معرفی VPN یه چند تا VPN هم گفتم که من با اون استفاده میکنم و بعضی وقتا فقط نتم میره یعنی عجب دمیج بود لساجی که از نکام گم شد از بالا سر او 3-0 الان امیدوارم که لذت واقعا ببرید نمیتونید که حداقل چنل رو ساب کنید لایک کنید ویدیو رو کامنت بذارید و بچه این اولین کاستوم دوستانی منه توی یوتیوب و خب امیدوارم بچه ها خیلی با هم دیگه حمایت های زیادی داشته باشید و بچه اگه به 50 مشترک برسیم 50 مشترک لایک میذاریم و اگه به 100 برسیم من فیس ریویل میکنم به خاطر یه چیزی و 100 هم نه حالا 350 ته شد الان میگم عقبم آجی چه دمیج بدی داد وای آجی درست کنم داداش چجوری پشما 3-1 الان ما رو زد آجی اومان چه اسم میکنم کیفیت یکم خوب نیست این داره بد میگیره ولی خب شما میتونید از پایین که من دارم داخل اوبی ثبت میکنم ببینید ویدیو رو و آره دیگه اوه بالا باش نمیدی یا آدم میترسه آجی بزنه بابا شما حاجی نیست بابا بیا پایین یا پینگش رفته آقا پینگ منم میره ولی یا پینگش رفته اون بک داد بالاست بابا داداش بیا پایین نرو بالا یه تومست زد از شلت
داداش بیا پایین. بابا داداش بیا پایین. ببین من بیام بالا. اوه. ای حاجی حاجی خیلی بد کرد داداش آقا، خیلی بد کرد داداش محمد حاجی، خیلی بد کرد دست حاجی، بد کرد خدا. نباید حاجی زون کش میشه اصلا حاجی، نه زون کش هم چیز نباید حاجی تو رو بکنه. گیم پلی عادی ریتون. خب مهم اینه که شما لذت ببرید، ولی خب متاسفانه با این موبایل پلیر و پیسی پلیر فرق دارم. خب بریم بچه، اگه این ویدیو لایکاش به 50 تا برسه یکی از کامنت های شما رو انتخاب میکنم و میرم باش کاستوم. فقط یه دونه باید ساب داشته باشه و هماهنگ کنه توی همین کامنت های یوتیوب یا یوتیوب که بعدش حاجی هماهنگ کنیم بریم کاستوم. داداشمون کجاست؟ من اومدم پینگ بدجور ضعیفه. پینگ حاجی، پینگ اصل کاری پینگه. این بدجور ضعیفه. شما المنت شد یا لفت داده، نمیدونم آنه لفت داده باشه اگه چون میگه فکر نکنم آجی یک داده. و خب حداقل بچه شما بارم لذت ببرید بچه. این کلا واقعا خیلی زیاد قراره بگم این کاستوم کل نیست، یه کاستوم دوستانه است. چی؟ اومد. اوه مای گاد. First blood. آقا یه راند رو حساب نمی کنی مرد. چی بود آجی خودش بود. اوه حاجی بچه یادم رفت اینم بگم بچه، یکی از رفیقای من و یکی از رفیقای رفیقمون محمد، یکی اون یکی من حاجی، رفیقامون آوردیم رفتم ویو و این چه فکرم رفیق من داره میگه برید و خب دیگه داداشمون ندیگه. Oh my god. ده حاجی من خواهیم بچه یه صدایی هم اومد، این صدا چیز بود برنامه حاجی، الان نوتیف آقا، نوتیف داره دیده. چی داداشمون چقدر دمیج خورد. آقا یا بیدون باش من تو باشید چخ نمید یا بیدون. داداشمون اسمش بگیره پشمام نه خدا یکی جبران کرد اینو حساب میکنم واسش 4 نه
3-5 چرا؟ چون من خودم باید میمردم، چون یه دست اون الیمنت شد داداش. خاطر همین من باید اینو حسابش کنم که مال اون مال من نیست. بگیریم بچه خودشم من چیز با وبکم گوشی میگیرم، هم گیم پلیو هم با پی سی که دوتایی بزنم کنار هم. الان صدا هم فقط با گوشی میگیرم، با پی سی نه. اگه پینگم یاری بکنم یه بار این کارو کرد، من نمی کنم فقط برم باز کنه. بابا باز کن، یخاتو وا کن دادا، یخاتو وا کن حاجی، یخاتو وا کن. اصلا نباید حاجی من میرفتم، من اشتباه 5-4 اصلا ایرادی نداره رو بابا، اصلا فقط یه کاستوم دوستانه است، نه فوشی نه چیزی نه کلکلی دیسی، فقط یه کاستوم دوستانه است. الان من باید اینم بکشم. و بچه اینم سبک گیم پلی من سطح، البته گیم پلی من دیگه خود دانید. من هم میذارم کاستوم تک به تک با بویکس و کاستومم با سطح چیز و سطح گیم پلی من خیلی پینگ بده. حواسم آجی باید بالا باشه. اوه حاجی پینگ من رفت. اوه بیا بیرون بابا، بیا بیرون بابا، بیا بیرون آخه. صدا کیبورد هم میاد. من با هم موبایل میگیرم الان، هم با OBS. کجا اینجا خیلی بده، پین میره یاری نمیکنه، خیلی بده. بیا بیرون. من فکر کردم داداشمون افتاده. آقا پینگمون هی میره هی میاد، پس خیلی میره میاد شد.
وای 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 وای. آقا خیلی بد شد. بجی من بذار بیام بالا فقط بذار ما رو نننی پس کلم. بجی من پینگم خیلی بده. اراده چی پلی میگه نمیدونم. بیا 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 یه خواهم باشه بیا داداش افتاد کجا بریم چه خیلی حاجی یه خیلی کاره باید تمام کنیم بد خوردم چه کاریه برای اینکه زوم کشتشون باید کشته شد زوم من دیگه حاجی خیلی طولش داده بعد حاجی اینده فکر نکنم بکشی یه بار بکشی خیلی پین بده بابا حاجی این چه وضعیه فری فایر هم رفته فیلتر شده برای بعضی برای ما نشده اصلا یعنی چی مچ چی میبره داداشون اگه بیاد بیرون بابا داداش بیا پایین دادا سویت دادم یه چیز من خیلی دمیج نخوردم من غلط کردم بابا من غلط کردم وای 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 چه بود عقبم آقا اینجا دیگه وای من اشتباه کردم آقا من یه غلطی کردم حاجی من نباید دو تیر حاجی خالی میکردم وای حاجی من یه غلطی کردم آقا شما منو ببخشید وای آقاش من از همینجا ازت معذرت خواهی میکنم خاک تو سر من وای من نباید دو تیر خالی میکردم تازه دیگه انجام شد بذار من اینو بندازم
همین اسپاس بگیریم تمام. اینم آخرین مچه چون از اون ورا هیچ وقت نمیام. من نمیدم این ور. یخ خودم اما نیمالی گیر کردم. باش کجایی؟ نه پس حال آمون بیزه فهمیدم بزن بره اصلا کجاست داداش؟ آخه کی میره بالا؟ بابا بیا پایین رو وا آجی من نمیرم بابا بیا برو. آخه کی میره بالا؟ آج میزنم داداش بیا پایین. خودش داره بازی میکنه اصلا معلوم نیست داره با کی بازی میکنه. اوه حاجی بد زد. من گفتم حاجی نمیتونم سپاس بگیرم 7-6 آخریان بزنم حاجی تموم براتون حاجی. آقا اگرم حتما خواستید واسه تون به اکانتاتون نمره بدیم حتما توی همین ویدیو یا هر ویدیو که نه تو اون ویدیو حالا هر شورت ویدیو بگین من به اکانتاتون نمره بدم. و خب اگه خودم با خودم مشکل نداشته باشم بتونم من دارم اوه من پرد شدم اصلا باشم تقصیر نداشتم. موسک من برم عقب‌تر همینجا میمونم. بیا پایین بیا پایین بیا پایین. نمیشه بابا نمیشه. اوه یکی نوه داشته. آقا ببخش این بود آقا از این کاستوم ماجی بری ببینیم داداش من چی میگم. داداش خیلی چرا رفت یه لحظه بچه من بیارمش فکر کنم آجی واسین چا ببینم من حاج بنویسه همه اسمشون مستره مستر. اوه حاجی آفلاین شد اشکالی نداره. دم همتون گرم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. حتما چنل رو ساب کنید این ویدیو رو هم لایک کنید کامنت هم بذارید. اگه هم خواست کاستوم برین حتما تو کامنت ها بگید که با هم هماهنگ کنیم و فقط بچه ها باید یه فالو ما رو داشته باشید. دم همتون گرم تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.